چرا کشور ما ترقی پیشرفت نمی کند؟ این سوالی است که اکثرا مردم می کنند. باید هم این سوال کرده شود که مشکل اساسی پیدا شود که چرا کشور افغانستان در طول 100 سال از اما که استقلال افغانستان که استقلالش را از انگلیس ها گرفته، مدت 100 سال میشه که افغانستان پیشرفت نمی کند. علت چیست؟ علت این که افغانستان پیشرفت نمی کند، مشکلات اساسیشان بنابر ساختارهایشان است. ساختار افغانستان، ساختار قانون اساسی افغانستان از ریشه مشکل دارد. چنانچه شاعری میگه خشت را اگر در زمین بگذارد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. همچنان ساختار افغانستان از تعداد کج گذاشته شده است. کارایی برای پیشرفت افغانستان، برای پیشرفت اقتصاد، برای پیشرفت ترقی افکار مردم ندارد. به همین اساس کشور افغانستان مدت 100 سال است که به سوی پیشرفت و ترقی حرکت نمی کند. ژاپن با افغانستان هر دو کشور در یک زمان استقلال خود را گرفتند. امروز ژاپن را ببین، افغانستان را ببین. ژاپن امروز به چه اندازه پیشرفت ترقی کرده است؟ پیشرفت های اقتصادی، پیشرفت های علمی، پیشرفت های تکنولوژی در ژاپن چقدر به چه اندازه پیشرفت است؟ امروز ژاپن در زیر دریا، در زیر بحر شهر می سازد. ژاپن در زیر دریا، در عمق دریا شهر می سازد. ژاپن ساختمان هایی می سازد که متحرک راه میره. ولی افغانستان، در حکومت های افغانستان در فکر لباس مردم، در فکر شخصیت های مردم مداخله میکنند. در فکر پیشرفت جامعه، در فکر پیشرفت کشور، در فکر اقتصاد کشور نمی باشند. به خاطر اینکه ساختار کشور ما، ساختار کشور افغانستان به اساس دین مبین اسلام می باشد که بنابر این که دین مبین اسلام از لحاظ فکری در جامعه اسلامی هر گروه قرائت‌های مختلفی از اسلام را دارند، بنابراین امروز مردم افغانستان بنابر تفسیری که از دین دارند متحجرانه و عقب گردانه و ارتجاعی می باشد. به همین خاطر اگر این تفکر در کشور حاکم است، به هیچ عنوان در فکر پیشرفت کشور، در فکر اقتصاد کشور، در فکر بدبختی مردم نمی باشند. ژاپن به خاطر اینکه پیشرفت کرده است، قانون اساسیشان و
جامعه کارایی دارد. قانون اساسیشان الگوبرداری از فرانسه و آلمان می باشد. ژاپن قانون اساسیشان را از اروپا، از آلمان، فرانسه الگوبرداری کرده است و قانون مدنی درست کرده است یا قانون انسانی، قانونی که با مردم سالاری، مردم دوستی، انسانگرایی و انسان دوستی، مردم محوری و مشارکت گسترده مردم را الزامی و لازمی می دانند. به همین خاطر ژاپن پیشرفت کرده است. زمانی که حکومت هایی که با سیاست ها و قدرت ها مردم را شریک ندانند، در مورد سیاست ها و قانون گذاری ها از مردم کمک نگیرند و مردم اشتراک گسترده با قانون اساسی، با تمام کارهای دولت از لحاظ اقتصادی، از لحاظ قانون، از لحاظ قانونگذاری مردم اشتراک نکنند، یک نفر نمیتواند قانونی بگذارد که کارهای برای دیگران داشته باشد. افکار جمعی کار خودش را میکند. این کشورهایی که پیشرفت و ترقی کرده است، این به خاطر این نیست که تفکر و اندیشه یک نفر باشد. اینها از طریق اشتراک تمام دانشمندان و علمایشان که با اشتراک گسترده آنها کشورشان پیشرفت کرده و قانون خوب درست کردند. تمام این تکنولوژی، تمام علم و دانش، این پیشرفت ها، هواپیمایی که شما میبینید، کشتی های زیردریایی که شما میبینید، موشک هایی که میبینید در مریخ و در کره ما میره و تمام ماشینالاتی که میبینید، اینها افکار یک نفر نیست، افکار و اندیشه یک نفر نیست. اینها از طریق افکار جمعی درست شده است. اینها از طریق افکار جمعی و تفکر و اندیشه گسترده علمایشان علم پیشرفت کرده است. چنانچه مولانا میگه مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقلها بر عقلها یاری دهد. و همچنان قانونگذاری، سیستم دولتداری، اقتصاد دولت، تمام امکاناتی که در یک کشور لازم است، مشترکات مردمش ضروری می باشد. باید در تمام کارهای دولت اشتراک گسترده مردمش لازمی و الزامی می باشد. کشورهایی که پیشرفت می کند، ترقی می کند، اقتصادشان بالاست، اینها فکر یک نفر نیست. امروز در افغانستان حاکمان افغانستان که در این کشور حکومت میکنند، در هیچ موضوعی از عامه مردم مشورت و اندیشه اینها را خواستار نیستند. فقط یک نفر تصمیم میگیرد.
تصمیم یک نفر هیچ کارایی ندارد. باید که از تمام فرد ملت باید نظریات فرد ملت را بگیرند. یک کشوری که باید مردمی باشد، از مردم کمک بگیرد. قدرت باید به دست مردم باشد. قدرت که به دست یک نفر بود، او استبدادی میشه، ظالم میشه، هر کاری که کرد میکنه. وقتی که قدرت به دست مردم باشد، مردم حکومتشون را انتخاب کنند، در آن صورت حاکم از مردم میترسد. در آن صورت مجبور است که در کشور خدمت بکند. در زمانی که خدمت نکند، مردم میتوانند از قدرت اون را حذف بکنند. پس معلوم است که ساختارهای سیستمی افغانستان و قانونگذاری افغانستان درست و کارآمد نیست. به همین خاطر افغانستان از لحاظ اقتصاد، از لحاظ امنیت، از لحاظ پیشرفت رو به جلو نمی رود. پس باید که مردم افغانستان، دانشمندان افغانستان و آنانی که قدرت را به دست دارند باید فکر بکنند. این جوانان چقدر در افغانستان بیکار است، چقدر جوانان در کشورهای مردم آواره هستند، چقدر مردم از کمبود مالی، فقر رنج میبرند، چقدر مردم از بیکاری رنج میبرند. باید حکومت تفکر و اندیشهشان پیشرفت و اقتصاد باشد. تفکر و اندیشهشان و کارنامه هایشان پیشرفت کشور باشد، معیشت مردم باشد، زندگی مردم باشد. نه اینکه از لحاظ آموزشی با مشکل مواجه شود که امروز در افغانستان دیده می شود که در لباس، آموزش زنان، آموزش دختران، کارهای در مورد زنان چنان متحجرانه و ارتجاعی رفتار میکنند. با چنین رفتارها فکر نمیکنم که این کشور رو به جلو برود. آخرش هم رفته یا جنگ میشه یا اینکه هیچ پیشرفت نمیشه. تشکر از شما.